در این درس درباره سکنجه‌های مخصوص سخن میکنیم. دو نمود سکنجه مخصوص اصلا در تریگونومتری استفاده می‌کنن. این سکنجه راسکنجه که 30 60 90 گرادوس دارد و 45 45 90. بیاین از اول ببینیم سکنجه راسکنجه که 30 60 90 گرادوس رو دارد. طرف‌ها چه علاقه دارند؟ طرف 30 گرادوس هم وقت است در سکنجه 30 60 90 و روبروی 90 گرادوس هم وقت دو مراتبه که به 30 گرادوس نگاه میکنند. 30 گرادوس آ نگاه داره، 90 دو آ میشود و 60 آ ریشه 3 میشود. یعنی هم وقت در این سکنجه راسکنجه 30 60 90 درست است. بیاین بنویسم 30 60 30 گرادوس 60 گرادوس و 90 گرادوس در این سکنجه درست است. یعنی چی معنا دارد؟ بیاین با رقم ها نویسم. نقصر میشود. گویم که یک سکنجه راسکنجه داریم. مایده تر کنم و طرف رقم کنیم و فکرم نقصر فهمو می شود. بیاین اینجا 90 گرادوس باشد و بیاین جاشون رو واسه کنیم. اینجا 30 گرادوس باشد 30 گرادوس و اینجا 60 گرادوس باشد. اگر من یکی از طرف ها رو دانم، یعنی گویم که روبروی 30 گرادوس به 5 برابر می شود. وقتی یکی از اونها رو میدونم دیگرش یافت نمیتونم. اگر اینجا 5 باشد 90 گرادوس به دو مراتب 30 گرادوس نگاه میکند و 10 و 60 به 5 ریشه 3 نگاه میکند. این سکنجه مخصوص است. اکنون بیاین از روی همین ها سینوس، کوسینوس، تانگنس، کوتانگنس رو میبینید. برای این بسیار در سوال میبینید ایجاد کردن شرط نیست، فقط سکنجه را شکلش دانین و قاعده تریگونومتری رو دانین اگر سینوس چی است کوسینوس چی است با آسانی یافته میتونین. یعنی ایجاد کردن شرط نیست. یعنی سکنجه رو باید کشیده توانین، رقم ها رو جابجا کنین و سینوس کوسینوس رو میبینید. مثلا از اینجا سینوس 30 گرادوس و چی برابر است؟ سینوس 30 گرادوس از روی قاعده چی بود؟ روبرو، یعنی در اینجا آ تقسیم چی بود؟ هیپوتنوز 2آ. از اینجا آ و آ اختصار میشن، یعنی 1 تقسیم 2 برابر میشه. یعنی سینوس 30 گرادوس با 1 تقسیم 2 برابر است. کوسینوس 30 گرادوس با چی برابر میشود؟ همسایه آ ریشه 3 تقسیم 2آ، یعنی ریشه 3 تقسیم 2 کوسینوس 30 گرادوس برابر است. برای سینوس کوسینوس یعنی به آ هم استفاده برده میتونیم. بیایم به همون استفاده بریم چون که اختصار شده استفاده بسیار. یک سکنجه اگر کشیم کلان تر مونم و فکرم نقصر معلوم میشه. یعنی من از ساده میکنم همون سکنجه رو به آ میرسم که همون درست میشود. یعنی اینجا 90 گرادوس باشد و اینجا 30 گرادوس و 60 گرادوس. یعنی برای جای آدم یک مونم. اگر اینجا یک نگاه کنند این با دو نگاه میکنند، دو مراتب 90 گرادوس اینجا ریشه 3. باز همون برای یعنی بسیار وقت اختصار نکردن یک بار نوشتم. و از اینجا چی میشود؟ دوام کنیم. تانگنسی 30 گرادوس به چی برابر میشود؟ 1 تقسیم ریشه 3. یا اینکه اگر مخرج رو به ریشه نویسیم ریشه 3 تقسیم 3. کوتانگنسی 30 گرادوس و چی برابر میشود؟ برعکسی تانگنس کردیم صورت و مخرج جوش نگاه ریشه 3. این 30 گرادوس سینوس کوسینوس تانگنس کوتانگنس. اکنون بیاین یعنی جای افته برای 60 گرادوس هم اگر نویسیم اینها رو توضیح کنم. اگر برای 60 گرادوس یابیم اینها رو توضیح کنم. در همینجا جو کرده برای 60 گرادوس هم یابیم چی می شود؟ یعنی سینوسی 60 گرادوس و چی برای 60 گرادوس یعنی روبرو تقسیم هیپوتنوزه ریشه 3 تقسیم 2. کوسینوسی 60 گرادوس 1 تقسیم 2. تانگنسی 60 گرادوس ریشه 3
و کتانگنسی 60 گرادوس 1 تقسیم ریشه 3 یا اینکه ریشه 3 تقسیم 3. این برای 60 گرادوس و 30 گرادوس. با یه بار دیگر ایزود کردن شرط نیست، فقط سکونجر اگر دونه رقم رو چقدر جوگی کرده و قویدوی البته که سینوس کوسینوس تانگنس کوتانگنس دونه یافته میتونیم. از اینجا با یه بار دیگر با یه بار تکرار کنم. اگر دو کنج با 90 گرادوس جمعشون برابر شود، نیاکنید سینوس 60 گرادوس به کوسینوس 30 برابر است، چون که جمع هر دویم با 90 برابر است. سینوس 30 گرادوس به کوسینوس 60 برابر می شود. نیاکنید یک تقسیم تانگنس 60 به کوتانگنس 30 برابر و کوتانگنس 60 به تانگنس 30 برابر می شود. این یک نمود سکونجی مخصوص. دیگر نمودش رویم. این با 45 90 اگر نویسم دیگر سکونجی مخصوص این 45 و 90. این که سکونجی برابر پهلو است. ا موندگیان ا ریشه 2 یعنی ب ا های هم نوشته میتوانیم. بیایم برای اختصار نکردن چند مراتبه با یه بار نویسم. کشم سکونجه روسکونجه رو ب ا یعنی هم خط ا ب ا درست است. برای لکی تریگونومتری برای اختصار نکردن بسیار نویسیم. اینجا 90 گرادوس و 45 گرادوس 45 و روبروی 45 که برابر پهلو یک خیلی باید یک میمونه و از روی پیفاگور هم این طرف ریشه 2 می شود. بیاین از اینجا سینوس کوسینوس رو میابیم. چی می شود؟ سینوسی 45 گرادوس به چی برابر می شود؟ سینوس 45 این کنج رو، یعنی شرط نیست کنم شو گرفتم، یعنی فرق نیست. یک تقسیم ریشه 2 یا اینکه بی اگر مخرج رو بی ریشه نویسیم ریشه 2 تقسیم 2 کوسینوس 45 همسایه تقسیم هیپوتنوزه یعنی باز همون چی است. یعنی سینوس 45 گرادوس و کوسینوس 45 گرادوس به یکدیگر برابر است. از روی قاعده پیشنهاد اگر به خاطر بیاریم هر دین جمعشون 90 است، به یکدیگر باید برابر باشد. تانگنس 45 با 1 برابر میشد و کوتانگنس 45 هم با 1 برابر میشد از روی قاعدمون. یعنی تانگنس 45 روبرو تقسیم همسایه 1 تقسیم 1 و 1 کوتانگنس همسایه تقسیم روبرو 1 میشود. یعنی اکنون بیاین به عمل در جای استفاده میبریم. سوال ها نمود سوال بیایم. وقتی این نمود سوال داشته باشیم اگر ایزو دونست ایزو ندونستم از سکونجا رو کشیده از روی سکونجا میرویم. یعنی این عمل رو چقدر اجرا میکنیم؟ 4 ضرب سینوس 30. سینوس 30 به چی برابر بود؟ به پیش بیایم. اگر سینوس 30 گرادوس میبینیم با 1 تقسیم 2 برابر است. 1 تقسیم 2 یعنی باقی رفته دیده میتونه. تانگنس 60 بیاین بگیریم. تانگنس 60 به چی برابر بود؟ میابیم ریشه 3 ریشه 3 برابر است. می نویسیم خط کاس تانگنس 30 میبینیم. تانگنس 30 در کجا بود؟ در اینجا. تانگنس 30 ریشه 3 تقسیم 3 یعنی ریشه 3 تقسیم 3 ضرب کوسینوس 45 به چی برابر بود؟ کوسینوس 45 به ریشه 2 تقسیم 2 میمونیم و کار میکنیم. ریشه 2 تقسیم 2 این طرف رو اختصار کنیم. اینجا 2 میموند یعنی صورت ما 2 ریشه 3 شد. خط کسر اینجا چی میشد؟ ریشه 6 تقسیم 6 و اگر ما اینو در خاطر داشته باشیم چه کار میکنیم؟ خوین قدم به قدم نویسیم. خوین نویسیم 2 ریشه 3 تقسیم 1 یعنی تقسیم ریشه 6 تقسیم 6 این برابر می شود. برای تقسیم اجرا کردن دیومش رو دیوم کسر جای صورت و مخرج وضع می شود یعنی 6 تقسیم ریشه 6
решаи 6-ро аз нав барои фаҳмо шуданаш дар ин тараф бояд бурнависам решаи 3 зарби решаи 2. ин решаи 3 ва ин решаи 3 меравад ва чӣ мемонад? 12 тақсими решаи 2. ин ҷавоб аст. лекин агар тест бошад ва ҷавоб бе махраҷ бе решадор бошад, чикор мекунем? ҳар ду тарафро, яъне сурат махраҷро ба решаи 2 зарб мекунем барои аз реша халос шудан. ва ин 12 решаи 2 тақсими 2 мешавад, яъне 6 решаи 2 аст.